سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدین به قسمت اول دوره EM که راجع به ذهنیت میخوایم با هم راجع به صحبت بکنیم. این قسمت یکی از، یعنی میتونم بگم یکی نه اصلی ترین قسمت پولسازی شماست و شاید فکر بکنید که ذهنیت مثلا تاثیر زیادی تو زندگیتون نمیذاره و خیلی باورهای محدود کننده داشته باشید راجع به پول که همه رو میخوایم دونه دونه شناساییشون کنیم، از بینشون ببریم و بعد از اینکه شما تازه ذهنتون به یک ذهن پولساز تبدیل میشه، اون موقع است که شما خیلی قشنگ، خیلی جذاب میتونید برید از هر آن چیزی که بیرون هست پول در بیارید. قبل از هر چیزی توی این دنیا شما باید دیدگاهتون نسبت به اون چیز رو تغییر بدین تا بتونید ازش به سود خودتون استفاده بکنید. اینجوری نیستش که من مثلا میگم شما آدم پر از مهارت، پر از تخصص بشین ولی با یه ذهن مشکل، با یه ذهنی که پر از محدودیت‌های خیلی عجیب غریبی داره، بعد مثلا برید پولدار بشین. نه، این اتفاق نمیفته. چرا این اتفاق نمیفته؟ چون که عدالت خدا اونجایی نوشته شده که انسان‌ها تو هر جای این کره زمین اگه به دنیا آمدن بتونن به هر چیزی که میخوان برسن. به خاطر همین مهارت چیزی که انسان به وجود آورده ولی ذهنیت چیزی که برامون خدا از بچگی به وجود آورده. بخوام یکم واضح‌تر باهاتون صحبت بکنم اینه که وقتی نگاه کردم به آدم‌های موفق، وقتی که میخوندم راجبشون، وقتی که کتاب میخوندم، وقتی که دوره میدیدم، وقتی که باشون میگشتم، خیلی ها رو میدیدم که مهارتشون از من خیلی پایین‌تره. میرفتم مثلا توی جلسه میشستم با طرف صحبت میکردم، طرف از اون نمیدونست اینستاگرام مثلا با چه تی مینویسن، تی دسته‌داری 2 نقطه است، اما داشت پول خیلی زیادتری از من در می آورد. بعد اونجا بود که متوجه شدم طرف ذهنیتش نسبت به پول درآوردن از من خیلی قوی‌تر. به خاطر همینه که ما کلی استاد دانشگاه داریم که آدمایی هستن مهارت‌های بالایی دارن، خیلی علم دارن، اما هیچی نیستن از لحاظ مالی. و این موضوع گفتم که اولش بیام باتون صحبت بکنم و راجع به ذهنیت خودم میخوام باتون صحبت بکنم. شما باید ذهنیت من رو پیدا کنید و ازش پول بسازید. زمانی که شما شروع میکنید به زندگی کردن، به خاطر یه سری عواملی که دست ما نیست و ما داخلش قرار میگیریم، مثل محیط، مثل خانواده، مثل تحصیلاتی که بهمون به زور میجمونن تو مغزمون، یا به خاطر تمام اون اتفاقات زندگی یک شکلی میگیره مغز ما و نسبت به دنیا یه جوری نگاه میکنیم که اونا به ما گفتن. ما وقتی یه بچه‌ای به دنیا میاد، ذهنش مثل یه ژله، مثل یه خمیربازی میمونه که هیچ حالتی نداره و به خاطر اتفاقاتی که خانواده ها رقم میزنن، به خاطر شرایط و محیطی که توش قرار گرفته میشه، هی شروع میشه با اون خمیره بازی کردن و مثلا آروم آروم رفتن جلو. یه جا مثلا نسبت به پول خیلی بدبین میشه به خاطر اینکه مثلا پدرش تو مشکلات مالی بوده، یه جا مثلا نسبت به عشق بدبین میشه، یه جا نسبت به آدما بدبین میشه، یه جا شاید خوشبین هم حتی بشه. به خاطر همینه که ما قبل از هر چیزی که بخوایم یاد بگیریم باید یاد بگیریم ذهن خودمون رو کنترل بکنیم. باید باورهای خودمون رو پیدا بکنیم که من امروز یه فرمولایی بهتون میدم که میتونید شاید سالها، شاید 1 سال 2 سال بشینید با خودتون صحبت بکنید راجبش که اصلا چرا من الان توی این شرایط هستم و متوجه میشین همش به خاطر خودت. اگه داری این ویدیو رو میبینی به خاطر خودت. اگر اینکه من امروز دارم باشون صحبت میکنم به خاطر خودمه. همین الان شاید خیلی کسایی باشن که با یه دکمه میلیاردی دارن پول در میارن و من بلد نیستم و من باید بشینم اینجا حالا با شما صحبت بکنم، آموزشتون بدم، شماها به درآمد برسید، من از درآمد شما به درآمد برسم و اینا به خاطر منه. یعنی من خواستم که اینجوری پول در بیارم، کسی دیگه‌ای به من نگفته این داستانا رو. میخوام برگردیم به بچگیامون که نسبت به پول تو ایران چه بلوپرینت هایی هست. اول از همه میخوام راجع به بلوپرینت باهاتون صحبت بکنم. بلوپرینت چیه و چه کمکی به شما میکنه و چه اسلحه قویه برای هر انسانی. بلوپرینت به بزرگترین باورهایی که کهن شده، یعنی رفته تو ته ناخودآگاه هر انسانی، میگم بلوپرینت. یعنی اینکه من یه باوری دارم که نمیتونم دیگه تغییرش بدم، یا اگر بخوام تغییرش بدم یک زمان خیلی زیادی میبره. من میخوام اون بلوپرینت ها رو واسهتون شناسایی بکنم و بعد بهتون بگم که چجوری میتونید ازش پول بسازیم. یکی از بلوپرینت هایی که توی ایران خیلی زیاده، بلوپرینت اقساطی خرید کردنه. مثلا
مثال واسهتون میخوام بزنم، اینکه باید قسطی همه چی رو بخریم. حالا برمیگردیم به ریشه ایش نگاه میکنیم، مثلا پدرامون قسطی خرید کردن، مادرامون قسطی خرید کردن، بعد نگاه میکنیم دوستامون قسطی خرید کردن، طرف مثلا میخواست خونه بفروشه، تو بچگیمون یه جای بودیم ناخودآگاه متوجه شده که مثلا بابات به خاطر اینکه مثلا یه واحد آپارتمان کوچیک بگیره خوش انداخته تو قسط، از این چک گرفته، از اون نمیدونم مثلا پول قرض کرده تا مثلا برسه به اون حالا آسایشگاه، به اون خونه‌ای که بخواد توش زندگی بکنه. این بلوپرینت تو شده، اومده جلو باهات و امروز تو نگاه میکنی میبینی که هرچی پول دستت میاد تو حسابت نمیمونه و وقتی میخوای یه قدمی رو برداری تو زندگیت باید قسطی خرید کنی. بعد میگه خدایا چرا من پول بزرگی دستم نمیاد، چرا یک جا به من پولی داده نمیشه که مثلا من برم همونو بدم مثلا یه ماشین بخرم، برم یه خونه بخرم. بعد متوجه میشی که این بلوپرینت بوده. بعد حالا میخوای بلوپرینت رو تغییر بدی، باید چند سال بذاری واسهش، زمان بذاری، اون آدم ها رو نبینی، کلی بها بدی تا یه بلوپرینت رو بخوای پاک کنی. اما امروز من راهکاری میخوام بتونه که از همون بلوپرینت استفاده بکنی واسه رشد خودت. ببین دوست من، بچگیمون یه جمله بود میمدن میگفتن که اگر میخوای دنیا رو تغییر بدی از خودت شروع کن، از خونه خودت شروع کن. هیچ چیزی جز تو نمیتونه زندگی تو رو تغییر بده، هیچ چیزی. یعنی اصلا 1% فکر نکن که مسیح قربانی میاد نجاتت میده، یا مثلا نمیدونم ایکس و ایگرگ میاد نجاتت میدن، یا فلانی میاد نجاتت میده. نه نه نه، اولین چیز در انسان پذیرش. درس اول این دوره رو میخوام بهتون بگم. بپذیر که هر آن چیزی که توی زندگیت به وجود اومده تا به امروز، چه مقصرش خودتی، چه اون اتفاقات خوبش هم خودتی. یعنی اگر از روابط شخصیت راضی، خوبه، دمت گرم، کار خودت بوده. اگر مشکلات مالیت یا هر اتفاقی که افتاده که حالتو بد کرده و حالتو داره بد میکنم، تویی، کار خود توئه، کار هیچ کسی بیرون از تو نیست. نه کار دولته، نه کار آدمای اطرافته، هیچی، همش تویی. اولین چیز پذیرش. حضرت مولانا توی کتابش یه حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه که وقتی کتابشو باز میکنه اولین جمله‌ای که میبینی میگه بشنو. نمیگه نمیدونم مثلا تغییر کن، نمیگه مثلا فلان، میگه بشنو. کی میشنه؟ چرا میگه بشنو؟ چون که میخواد درهای آگاهی رو نسبت به تو باز کنه. تو باید پذیرش رو اول از همه تو زندگیت بیاری. حالا چجوری من میپذیرم؟ زمانی که بپذیرم هر آن چیزی که میدونستم، هر اتفاقی که تو زندگی رقم زدم، مقصرش منم، اون کار خوب من انجام دادم، اون کار بد من انجام دادم، اون خیانتی که به من شده مقصرش خود من بودم، اون رابطه خوبه من بودم، اون پول زیاده من بودم، اون کلاهبرداری من بودم. و آدمایی که پذیرش دارن زودتر به هر آن چیزی که میخوان میرسن. خیلی راحته. و در کنار این راحتیش یه سختی وجود داره. زمانی که متوجه میشی اتفاقات بعد زندگیت همش مقصرش خودت بودی، یه خورده دردآوره، اما اون دردرم باز میتونی پله‌ای بکنی واسه رشد خودت. ما توی ذهنیت میخوایم به شما یه چیزی رو یاد بدیم که قبله طرف توه. تو هر جایی که باشی ما پشت سر تو نماز میخونیم. مثال شما بزنم، چند وقت پیشی که دوستان اومده بود پیشم میگفتش من میخوام یه پیج اینستاگرامی رو بندازم و شروع کنم مثل تو حوزه بازارهای مالی کار کردن و صحبت کردن و دوره فروختن و این چیزا. بهش گفتم که خب به نظر چند وقته پیجت میاد بالا؟ گفت نمیدونم تو بگو. گفتم منم نمیدونم تو بگو، پیج توه، چند وقته پیجت میاد بالا؟ گفت من فکر میکنم که با 100 تا پست مثلا بتونم به 30K فالوور برسم، به 30,000 تا فالوور. گفتم درسته. گفت خب پس تو چرا مثلا با 60 تا پست رسیدی به 300-400K فالوور؟ گفتم خب من اینجوری بهش نگاه میکردم. گفتش نه خب تو حتما یه ریلزای خیلی خاصی ساختی، تو یه مهارت خاصی داری. گفتم من هیچی نمیدونم راجع به اینستاگرام، من اینجوری بهش نگاه میکردم، تو اونجوری داری بهش نگاه میکنی. خب هر کی هر جوری که نگاه بکنه همون جوری جواب میگیره دیگه. گفتش نه ببین اینا همش از عدم اون پذیرش هست.
گفتش که نه تو نمیخوای به من بگی که چجوری یه پیج میاد بالا. گفتم که داداش تو با من 15 سال رفیقی، من واسه چی باید مثلا از تو قایم بکنم؟ من مردم تو خیابون ازم بپرسن که چجوری پیج میاد بالا، هر چیزی که بلد باشم بهشون میگم. با تو فرقی ندارم که آخه، با تو حرفی ندارم، دشمنی ندارم، دارم بهت میگم که هر جوری که نگاه کنی همون جوری میاد بالا. گفت یعنی من الان مثلا بگم با 3 تا پست میام میشم 100 کا میشم؟ گفتم چرا نشی؟ مگه نشدن قبل تو؟ مگه طرف با یه پست نشده 2 میلیون؟ گفت چرا؟ گفتم خب تو هم میشی. سکوت کرد. کلیت ذهنیت رو تو همین داستان بهتون گفتم. هر چیزی هر جوری نگاه بکنی تویی، اتفاقیه که برای تو میفته. من مسیح قربانی شاید دارم نسبت به بازار مالی به چشی یک بهشتی نگاه میکنم که توش کلی پول خوابیده، توش کلی ثروت خوابیده و خدا این راهو به من نشون داده که من ازش بتونم به میلیاردها دلار حتی زندگی برسم، اتفاقات بزرگی رقم بزنم، کشتی بخرم، خونه بخرم، فلان بخرم. خب یکی دیگه شاید به بازار مالی اینجوری نگاه میکنه که برم توش مثلا خرج فقط روزانه زندگی رو در بیارم. خب بازار مالی بازار مالیه، این منم که بهش دارم جهت میدم، این تویی که داری بهش جهت میدی. اینو ببر حالا تو هر جایی از زندگیت، متوجه میشی که ایول واقعا راسته. من بودم که از اینستاگرام به چش یک مثلا ابزار نگاه میکردم که رفیقامو چک کنم، یکی دیگه به چش نجات دهنده زندگی کل خاندانش نگاه کرده که زندگیش عوض شده، انقدر پول در آورده. هممون خودمونیم که داریم رقم میزنیم. ابزار اینستاگرام واسه هیچ کسی فرق نمیکنه. حالا یه سوالی رو میخوام بهتون جواب بدم که چی میشه یک انسان از صفر یعنی درآمد صفر میرسه به یک درآمدی و از اون درآمد میره به یک درآمد بالاتر و از اون درآمد باز میره به یک درآمد بالاتر و یک جایی استاپ میشه و شاید هم بیاد پایین و شاید هم دوباره بکنه بره بالاتر. بذار خیلی خوشگل بهتون میگم. میخوایم بریم شمال با هم دیگه. تهران، ساکا رو میذاریم عقب ماشین، میگیم اوکی ما مقصد کجاست؟ شمال. حالا مقصد زندگی تو از لحاظ درآمدی 100 میلیون تومانی که همون شمال میشه. قشنگ کاستومایزش دارم میکنم واسه که بفهمی. ما تهرانیم، مقصد شمال 100 میلیون تومانیه، میخوایم برسیم اینجا. توی این مسیری که استارت میزنیم میایم جلو تو زندگیمون، دوره میبینیم، فلان میبینیم، اینو میبینیم، به یک درآمدی میرسیم مثلا 10 میلیون تومان. این میشه مثلا جاده پردیس. خب میرسیم به 10 میلیون تومان. یه سری آدما اینجا استوب میشن به خاطر چه چیزی؟ 2 تا مسئله. زمانی که بخوای جاده پردیس بیا جلوتر، اینو هیچ مدرس ذهنیتی به شما نمیگه، هیچ کسی، هیچ کدومشون. زمانی که میخوای بیای به اینجا جلوتر، آدم‌هایی که توهمیان، آدم‌هایی که خیلی مثلا پیش خودشون دارن بزرگ همه چی رو میبینن، نگاه نمیکنن از تهران اومدن تا پردیسشونو، نگاه میکنن اوه من تو شمال هنوز راه دارم. لامصب تو از تهران اومدی تا پردیس، تو این مسیر رو اومدی، اینو نگاه کن، این بخشی از این کله بوده، به 10 تومن رسیدی، این یک موفقیته، این یک برد واسه تو. حالا اگر میخوای از پردیس بری تا جلوتر، کار خاصی نمیخواد بکنی، همون کاری که از تهران تا پردیس کردی رو باید بکنی. طرف میخواد تو بازار مالی مثلا 100 میلیون تومان پول در بیاره، فکر میکنه که معامله‌ای که باید توی 100 میلیون تومان بکنه با معامله‌ای که باید با 1 میلیون تومان مثلا برای به دست آوردن 1 تومان بکنه فرق میکنه. نه هیچ فرقی نمیکنه. تو داری یه دکمه میزنی میخری، یه دکمه میزنی میفروشی، همون کارو بکنی، فقط تو این 100 تومانه مسیرش طولانی تره، وگرنه تو همین کارو داری میکنی. تو بخوای پیج اینستاگرام، حالا تو بحث اینستاگرام، تو بخوای پیج اینستاگرام رو بندازی تو بازار مالی موفق بشی، فکر می‌کنی مثلا بعد خیلی کار خاصی انجام بدی. نه تو همون یه دونه پست کشی 2 تا دونه فالوور گرفتی، همون یه دونه پست رو بذاری 200 تا دونه فالوور میگیری، همون مسیره، هیچ فرقی نمیکنه.
فقط چرا به چش تو نمیاد؟ چون انسان ذاتاً عادتگرانه است. یعنی به یه چیزی عادت میکنه، چشش عادت میکنه. میای تو بخش اینستاگرامی که دارم بهتون یاد بدم، تو بازار مالی، متوجه میشی که اصلا برای به دست آوردن یه پیج بازار مالی اصلا تو نیازی نیست اصلا هزینه‌ای بکنی. تو خیلی ساده همون کاری که تا دیروز انجام میدادی رو بعد بیای دوباره مستمر انجامش بدی. من یه قدم ورشم اومدم سمت شمال، یه قدم دیگه ورم دارم دوباره سمتش، یه قدم دیگه ورم دارم و همینجوری میام جلو. این یکی از دلایل توقف هر انسانی روی درآمدی میشه که فکر میکنه برای رسیدن به درآمد بیشتر باید کار عجیبتری انجام بده. یکیشه. دومیش چیه؟ دومیش اینه که من انسان زمانی که میرسم تا 10 تومن به یک رضایت نسبی میرسم از اون وضعیت و یادم میره که من تارگتم 100 تومن بود و همونجا متوقف میشم. یعنی داریم میریم شمال، یه جاده خوشگلی تو پردیس میبینیم، یه دریاچه میبینیم، میگه آقا ولش کن بزنیم همین بغل یه چایی بخوریم و یه قلیون بکشیم و همینجا دیگه ول کن، حال داره تا شمال بریم، همینجا دیگه خوشگله، این دریاست، اینم ویلاس، اینم همه چی، برگردیم. توی این صحبت‌های من دو تا باور من الان پیدا کردید. مسیح قربانی رضایتی به هیچ جایگاهی تو زندگیش نداره. من 3-4 تا حوزه تو اینستاگرام عوض کردم تا رسیدم به بازار مالی. هر حوزه‌ای رو که عوض می‌کردم احساس می‌کردم به ته اون حوزه رسیدم. اومدم تو حوزه فروش، اولین بار اومدم تو حوزه فروش، کمپین فروش این چیزا بود. یه سری پیج گرفتم باشون کارهای کمپینشون رو انجام دادم، به یه درآمد ماهی مثلا 15 تومن 20 تومن رسیدم. دیدم نه حال نمیده، اون داره 200 تومن در میاره، من دارم 20 تومن در میارم، واسه چی من باید با این حال کنم؟ عوض میکنم، میرم یه پیج واسه خودم میذارم. از خدمات اومدم تو پیج ماتریکس ذهنیت. از ذهنیت به تارگت 110 میلیون تومان رسیدم. 110 میلیون تومان پول درآوردم. گفتم اوه 110 تومان چیه؟ فلانی داره 2 میلیارد میزنه، حال نمیده، پس ولش کن. گذاشتمش کنار، رفتم تو حوزه تبلیغات، شرکت تبلیغاتی رو انداختم، رسیدم به درآمد 1 میلیارد تومان. گفتم اون 1 میلیارد تومان چیه؟ آدم مثلا حالش خوب نمیشه به 1 میلیارد تومان. ما 1 میلیارد در بیاری تا آخر سال نمیتونی یه واحد خونه بخری. ولش کردم، اومدم تو بازار مالی. به همین نسبیت بگیری میفهمی چقدر دارم ماهی پول در میارم. پس تو وقتی میخوای رشد بکنی باید نارضایتی داشته باشی از وضعیت موجودت. این شکرگزاری نیست بچه‌ها، این ناشکری نیست، این تازه اوج شکرگزاریه. چرا؟ چون تو خدا رو هی بزرگترش میکنی تو ذهنت، هی داری پیش خودت خدا رو بزرگتر میکنی، میفهمی خدا خیلی بزرگتر از این حرفا بوده. خدا تو بچگی یه دوچرخه بوده، امروز خدا یه پرشه واسه تو. یه دوچرخه خدا بهت میداد زندگی گل و بلبل بود، الان یه پرش باید بده تو زندگی گل و بلبل بشه. پس خدا تغییر نکرده، اون تویی که تغییر کردی، اون تویی که نسبت به خدا تغییر کردی. خدا نسبت به ما تغییر نمیکنه. نهج البلاغه رو باز کنید بخونید، خیلی حرف قشنگی میزنه حضرت علی به امام حسن. میگه به اندازه‌ای که خدا رو باور داری بهت میده، نمیگه به اندازه‌ای که خدا تو رو باور داشته باشه بهت میده. اینو بریزید دور از ذهنتون که ما باید خودمون رو به خدا ثابت کنیم، نمیدونم مثلا فلانی مثلا خیلی تلاش بکنیم. نه اینجوری نیست. خدا ثابت شده است، ثابته، خنثاه. میگه تو داری به من شکل میدی تو خواسته هات، تو داری به من میگی چی میخوای. دیروز دقیقا تو بالکن همینجا نشسته بودم داشتم صحبت میکنم با بچه‌ها، به یک باور رسیدم. چرا من نباید یک پستی رو بسازم که 1 میلیون فالوور به من بده اون پسته؟ مگه قبلا کسی دیگه نگرفته؟ تموم شده رفت. کار شاخی نمیخوای بکنی. فکر نکن الان میای توی این حوزه میخوای کار عجیب غریبی بکنی. نه، خیلی ساده است. یه دکمه میزنی میفروشی، تموم شده رفت. اما چجوری درآمدت رشد میکنه؟ زمانی که بپذیری بابا من توی این مسیر 100 میلیون تومان تارگتم بوده، رضایت ندارم. به شمال رسیدی رضایت نشوش، برو سمت روسیه. به روسیه رسیدی رضایت نشوش، برو اون برش. تا کی این ادامه داره؟ مسیح قربانی تا زمانی که زنده. یه تارگتی تو ذهنت میخوره، حالت بهش میگن ارضا میشی از لحاظ روحی، از لحاظ اینکه خب اوکی دیگه من تارگت ها رو زدم و الان مثلا خرج ماهانه‌مو دارم و باشگاهمو دارم و فلان و فلان. نه،
جنازه من ماهی 200-300 میلیون تومان پول در میاره، ولی من رضایت ندارم ازش. چرا؟ چون میگم آقا یکی دیگه داره 2 میلیارد در میاره، چرا من باید 200-300 میلیون تومان پول در بیارم؟ اون چی کار داره میکنه مگه؟ چه کار خاصی انجام داده؟ اونم 2 تا دست داره، اونم 2 تا پا داره، اونم 2 تا چشم داره، بلکه از من شاید مهارتش هم پایین‌تر باشه. دیدم دارم بهتون میگم و این چیزی نیستش که مثلا توهم و رویا باشه. نه من اطرافم خیلی دارم. طرف بلد نیست یه پست تو اینستاگرام آپلود بکنه ولی داره ماهانه درآمد مثلا 5 میلیارد 10 میلیارد میزنه. تو هم همین میتونی باشی. فقط کافیه که بپذیری. اول پذیرش رو باهاتون صحبت کردم، بعد راجع به نارضایتی باهاتون صحبت کردم. از زندگیتون رضایت پیدا نکنید. رضایت یعنی این که تمام، من همینجا رو میخواستم، این نقطه منه. نارضایتی داشته باشید از خودتون، نه از خدا. دومی و سومی مسئله که خیلی مهمه، نذارید ارضاشین. به هر نقطه ای از زندگی رسیدید نذارید ارضاشین. هر جا یک کلید بهتون بدم، این یه نکته است. هر جایی این کلمه اومد تو دهنت که آخیش راحت شدم از لحاظ مالی، بدون حد و اندازت تا اونجا بوده. بزرگترش کن. چه جوری؟ با نسبت به بلوپرینت هایی که داری. حالا میخوایم بریم راجع به بلوپرینت با هم صحبت بکنیم که من چه جوری از بلوپرینت ها میتونم استفاده بکنم. شما ماهی 50 میلیون تومان درآمد دارید. میخواید درآمدتون بشه 100 میلیون تومان. بلوپرینت شما اینه که خانواده شما، پدران شما، مادران شما، همه شما به خاطر مشکلات مالی هیچ چیزی رو نمیتونستن نقدی خرید کنن. همش باید قسطی خرید میکردن. اینی که دارم بهتون میگم کلیدیه که من هر جای از زندگیم که میخواستم رشد بکنم استفاده میکردم. چالش باید برای خود به وجود بیاری. چالش چی؟ چالش درآمدی. مثلا من مسیح قربانی میدیدم که خب من الان ماشینمو دارم، 1 میلیارد ماشینه مثلا خوبه، آپشن داره، همه چی هم اوکیه. بعد پیش خودم میگفتم که چرا خدای درآمد من بیشتر نمیشه، من برم ماشین رو بکنمش مثلا یه ماشین 2 میلیاردی. رفتم خودم انداختم توی یه چالش قسط 2 میلیاردی که باید ماهی 500 میلیون تومان چک پاس میکردم. من اون موقع درآمدم مثلا 200 تومان 300 تومان بود، بیشتر از حدی بود که هستم. و با نسبت به بلوپرینت هم که من خانواده من با قسط به هر آن چیزی که خواستن رسیدن، این باور برای خودم به وجود آوردم که من میتونم از این باور محدود کننده ابزاری درست بکنم واسه رشد خودم. رفتم اونو گرفتم و جالب شما بدونید دوستای من اطرافیانم هم میدونن من 2 میلیارد تومان بدهکار شدم که این 2 میلیارد تومان سود خورد بهش شد 2 میلیارد و 900. یک ماه من پرداختش کردم. 2 میلیارد و 900 و یک ماه پرداخت کردم. چرا؟ چون توی یک چالشی خودم رو انداختم که اون چالشه باورهای من رو عوض کرد، مسیر منو گنده تر کرد، قدمهای منو استوارتر کرد. به من گفت تکون بخور، حرکت کن. نمیدونم چه جوری. خدای الله من نمیدونم چه جوری. فقط من میدونم من ماهی 500 میلیون تومان چک دارم. میگم یک ماه یعنی درآمد من 200 میلیون تومان شد 3 میلیارد که تونستم پرداختش کنم دیگه. شد. و خدا سرشاده دوستان میدونن همون موقعی که من ماشین رو خریدمش تو خود ماشین گفتم من سود به این فرد نمیدم، من باید یک ماه صافش کنم، مثلا نمیذارم به 4 ماه 5 ماه برسه. حالا یه سوال، ماشین قسطی خریدن فرق کرد نسبت به من؟ یعنی یکی اومد به من گفتش چون تو آدمی، چون تو مسیح قربانی هستی قسطای تو مثلا خورد میشه بدون سود؟ نه، منم مثل تو همون سودو داشتم میدادم. منم مثل تو رفتم یه ماشین قسطی خریدم. منم مثل تو سندش به نامم نخورد تا زمانی که ثبت نامش پولش تکمیل بشه. این من بودم، دیدم به نسبت به قسطی باعث رشدم شد، چون میگفتم این دیدگاه منه، این باور بلوپرینت منه. حالا حرفم به تو اینه، دیدگاهت امروز نسبت به زندگی چیه؟ دیدگاهت نسبت به پیج اینستاگرام چیه؟ دیدگاهت نسبت به پول در آوردن چیه؟ به بازار مالی چیه؟ و ازت میخوام بلوپرینت های خودتو پیدا کنی. چه جوری بلوپرینت های خودمون رو پیدا بکنیم؟ میریم سراغ راهکار.
هر چیزی که تو زندگیت میخوای رو میشینی روی کاغذ مینویسی. هر چیزی که میخوای رو. خدای من ماشین فلان میخوام، من فلان میخوام، من فلان میخوام، من فلان میخوام، من فلان. زمانی که داشتی مینوشتی 2 تا احساس وجود میاد. یا احساس مسخره کردن خودت به وجود میاد، یعنی من در حد و اندازه نیستم، بی ام وی فلان مسخره، حالا بنویس حالا چیزه، یا این به وجود میاد، یا احساس کنجکاوی نمیدونم، یعنی اینکه من اوکی من بی ام وی فلان میخوام، حاجی من کجا پول اینو بیارم؟ کنجکاو میشی نسبت به پول در آوردن. اگر احساس مسخره کردن به وجود اومد، در جریان باش که تو حد و اندازت در اون حد نیست، یک پله بیار پایین تر. مثلا میگم تارگت آخرت، شمالت خریدن یک پرش، میخوای پرش بخری، پیش خودت فکر میکنی پرشو، ولی مسخره میشی هر وقت که میخوای مثلا بخری، تو ذهن خود مسخره میشی، بابا تو عدد این حرفا نیستی، تو اصلا میدونی پرشو با چه پی مینویسن؟ اینه. یه پله میای عقب‌تر، میبینی مثلا میگی قبلش سانتافه بخرم، سانتافه دیگه مسخره نمیشه، کنجکاوی وجود میاد، اول اونو باید بزنی تارگت تا گشاد شه این دریچه‌های باورات نسبت به پول، ذهنیتت باز بشه، باورات تکون بخوره. برای همینه که میگم توهمی نباشید نسبت به زندگی. مثلا من بشینم یه جا فکر بکنم خب مثلا 1 میلیون فالوور میخوام فلان بیسا، آقا تو ولش کن، گور پدر 1 میلیون فالوور، تو اول بیا 50k فالوور بگیر، نمیخواد 1 میلیون فالوور بگیری. مسیر رسیدن 0 تا 50k فالوور با مسیر رسیدن 0 تا 1 میلیون فالوور یکیه، ولی در صورتی که ذهنتو بپذیره که آقا تو میتونی. من یه پست اومده به هم 70,000 تا فالوور داده، الان ذهنم میپذیره که یه پستم 200,000 تا فالوور بده یا 300,000 تا فالوور بده، چون نزدیکه بهش. ولی اگه بیام بذارم مثلا 5 میلیون به فالوور بده، ذهنم نمیپذیره، مسخره میکنم خودمو، برو بابا دیوونه، یه پست بذاری 5 میلیون بهت فالوور بده. نه، من همین 50 کاری که 70 کاری که تاچ کردم و میام دوبلش میکنم، یه پست دیگه بسازم که 140 کا بهم فالوور بده. بعد اگر مسخره کردی، پس اون واسط بزرگه، کلا حذفش کن، داشته باشه جا ولی حذفش کن، یه پله کوچیک‌ترش کن، ببین ذهنت تو کجاست. پله کوچیکه مسخره کرد ذهنت، دوباره یه پله بیا پایین‌تر، یه پله بیا پایین تا اونجایی که دیگه مسخره نکنه، به کنجکاوی برسه. حالا به کنجکاوی که میرسی، بلوپرینت اینجا پیدا میشه. اولین راهکاری که میاد تو ذهنت بلوپرینتته. مثلا من میخوام سانتافه بخرم، اوه بریم کاسب شیم، ساقی شیم. تو ذهنت بلوپرینتت اینه که هر کسی که بخواد سانتافه بخره باید خلاف کنه. این میشه بلوپرینتت. تغییر بلوپرینت رو تو جلسه بعد بهتون میگم که چه جوری باید تغییرش بدین. با یه سری بلوپرینت ها مخربن. بلوپرینتات رو پیدا میکنی، مینویسی، خواسته هاتو مینویسی، درآمدتو مینویسی، درآمدی که کنجکاوی واسه وجود بیاد، نه مسخره کردن. درآمد الان 50 تومنه، 500 میلیون تارگت آخرته، 100 میلیون تومان کنجکاوی واسه به وجود میاد، 100 میلیون تومان رو مینویسی. بعد نسبت به بلوپرینتت حالا میری سراغ اینکه چجوری تاچش کنی. و حرف آخر رو میزنم و میریم سراغ قسمت بعدی. باز هم میگم این خدا نیست که ما مثلا بگیم که اون با ما لجه، اون به ما نمیده، اون نمیدونم مثلا مسیح قربانی نشون کردشه فلان. من که نشون شده خدا هستم، ولی اون نیست، اون تغییر نمیکنه، ما داریم تو ذهنمون هی تغییرش میدیم. اون خنثی مثل یک آب میمونه که تو میریزیش تو لیوان شبیه لیوان میشه، میریزیش تو قوری شبیه قوری میشه، میریزیش توی مثلا تانکر شبیه تانکر میشه. خدا خنثیه. پس دیدتون رو نسبت به خدا عوض بکنید. هر چیزی که تو زندگیت میخوای اونو باید تغییرش بدی، نه اون چیزی که مثلا خب دیگه من خدا تو ایران به وجود آورده مثلا پس من خیلی بدبختم. بنده خدا تو خوشبخت ترین آدم دنیایی که تو ایران به وجود اومدی.
کدوم کشوری اینقدر راحت میشه ازش پول در آورد؟ هر جای دنیا باشی مالیات سنگین داری، هزار تا داستان داری. ایران هیچ کدوم اینا رو نداره. بعد لذت ببری ازش. همین پیج اینستاگرام زدن و اومدن و کسب درآمد کردن ازش، بازارهای مالی، تو الان تو بازار مالی پول در بیاری یکی نمیتونه بیاد ازت 1000 مالیات بگیره. ولی تو آمریکا که قراره چند وقت دیگه ترامپ رئیس جمهور بشه، میخواد به رسمیت بشناسه ارزهای دیجیتالو که اونا یه فرصت خیلی خوبیه تو قسمت کریپتو فارکس بهتون میگم. و زمانی که به رسمیت بشناسنشون، اون موقع است که هر آدمی که تو همون آمریکاش باشه بخواد زندگی بکنه، یه دونه $1 از کریپتو فارکس در بیاره، باید 30% رو تسک بده. ولی تو ایران طرف ولت $1,000,000 تو جیبش داره قدم میزنه، بعد طرف 10 میلیون تومان داره از رستوران پول در میاره، بعد 3 میلیون تومانشو پرداخت کنه. پس لذت ببر از شغلی که وارد شدی. تبریک بهتون میگم. قسمت اول تموم شد. میریم با هم دیگه سراغ قسمت دوم که توی قسمت دوم بلوپرینت ها رو چجوری تغییر بدیم، چجوری شخصیت خودمون و چیزی که به ما کمک میکنه تا به زندگی که میخوایم برسیم رو بفهمیم. و مهمترین قسمت این کل ایم چرایی. راجع به چرایی با هم دیگه صحبت میکنیم. دوستتون دارم. خداحافظ.